الله واسع. الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران الله متعال و دوستداران حج، آرزومندانی که چشمتون برای دیدن خانه الله بیت الله الحرام لحظه شماری میکنه و قلبتون میتپه. از الله متعال برای همه عزیزانی که مشرف به زیارت بیت الله الحرام نشدند، از الله متعال تقاضامندیم و رجامندیم که همه این عزیزان رو بارها و بارها نصیب بکنه زیارت بیت الله الحرام رو، و همچنین برای کسانی که زیارت کردن بار دیگر و بارها و بارها این سعادت نصیب بشه. در ادامه بررسی گذرای آیات مرتبط به حج در کلام الله مجید به سوره حج اشاره کردیم. در برنامه گذشته سوره‌ای که به نام حج هست، سوره‌ای که نصف جزء از کلام الله مجید رو به خود اختصاص داده، در جزء 17 بخش پایانی نیمه دوم جزء 17 رو به خود اختصاص داده و گفتیم که این سوره از سوره های عجیبی است که هم در مکه نازل شده بخشیش و هم در مدینه، هم مکی است هم مدنی، هم در روز نازل شده و هم در شب و هم در سفر و هم در حضر. سوره‌ای که مفاهیم والایی رو در بر گرفته، از 5 رکن اساسی اسلام علل خصوص از بین نماز، روزه و زکات و حج، تنها حج هست که یک سوره رو به خودش اختصاص داده و به نام حج این سوره مسمی شده. در سوره مبارکه حج مفاهیم زیادی قرار گرفته و آیاتی که در این مفاهیم وارد شده که بی ارتباط با حج و اهداف حج و حکمتها و درس‌های حج نیست، که به همراه شما عزیزان از ابتدای سوره آیاتی در این باب رو مرور خواهیم کرد. در ابتدای سوره مبارکه حج الله متعال وقتی که این سوره رو آغاز میکنه خطابش به کل انسان هاست. الله متعال در ابتدای سوره مبارکه حج اینگونه میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعة شیء عظیم. ای مردم از پروردگارتون بترسید، پرهیز کنید و مواظب باشید. از الله متعال بترسید، از اینکه شما رو عذاب بکنه، از اینکه شما رو مؤاخذه بکنه، از اینکه عذابش به سراغ شما بیاد. بترسید از الله تعالی که ان زلزله الساعة شیء عظیم، همان اون زلزله روز قیامت، اون لحظه از بین رفتن عالم بسیار عظیمه. ابتدای حج، سوره مبارکه حج با این آیه ارتباط عجیبی داره. سوره مبارکه حج وقتی که شروع میشه، الله تعالی وقتی که درباره حج میخواد در سوره حج سخن بگه، اول میاد تمام انسانها رو خطاب میکنه و میترسونه اونها رو از روز قیامت، برپایی روز قیامت. روز قیامت اون بخشی که در این دنیاست و از بین میره دنیا. کسانی که در دنیا هستن شاهد این صحنه. الله تعالی میفهمد اون روز خیلی سخت است. حج باید ما رو بیاد این روز بندازه. حج باید ما رو بیاد این اتفاق بیاندازه. اون روزی که الله متعال در آیه بعدی به تصویر میکشه اون رو: یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. اون روزی که وقتی میبینیش، تذهل كل مرضعة عما ارضعت، غافل میشه، فراموش میکنه. هر زنی که شیر میده بچه خودش رو، از بچه خودش، هر زنی که مشغول شیر دادن به یک فرزندی است، هر مادری که فرزندش رو شیر میده، این از شدت هول و ترس اون روز فراموش میکنه بچه خودش رو، اون کسی رو که به شیر میده، حالا چه انسانی باشه چه حیوانی. هر کسی که شیر میده، اون کسی رو که شیر میده فراموش میکنه
محبت چقدر زیاده بین کسی که شیر میده فرزندی رو، ولی اینکه حتی این فرزند خودش نباشه. خانمی که بچه‌ای رو شیر میده نسبت به اون بچه یک احساس خاصی داره و شرعاً هم فرزند حساب میشه برای این زن و این زن مادر اون حساب میشه، چون محبت بین مادر و فرزند هست وقتی که شیر میده اون رو، الان خصوص وقتی که بچه شیر میخوره از سینه مادرش. الله تعالی میفهمد اون روز قیامت انقدر سنگینه، انقدر ترسش زیاده که این محبت فراموش میشه اصلا. بچه رو ول میکنه میره. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت و تضع كل ذات حمل حملها. و هر کسی که صاحب یک حمل در شکم خودش، هر جنس ماده‌ای، چه از انسان چه از حیوان، که حامله هست، از شدت ترس وضع حمل میکنه. و ترى الناس سکارا، و تو مردم رو گویی که مست میبینی. و ما هم بسکارا، اینا مست نیستن، ولکن عذاب الله شدید، اما عذاب الله تعالی خیلی سخته. این روز قیامته. یک تصویر خیلی مهیب و ترسناک از این روز. شدت ترس به حدی میرسه که مادر فرزند رو ول میکنه میره، ولش میکنه، در حال شیر خوردن میاندازه و فرار میکنه. وقتی که این گونه است، الان یک آمادگی باید برای این لحظه گرفت. انسان ها باید مواظب اون روز باشن، نباید فراموش کنن اون روز رو. چطور میتونن در فضای داخل خونه این روز رو بیارن؟ چطور میتونن در کانون گرم خانواده این روز رو بیارن؟ یک تمرینی باید باشه، یک فرصتی باید باشه، یک میدانی باید باشه که در دنیا قبل از فرارسیدن این روز بتونن یک گوشه ای از این شدت رو، از این سختی رو درکش کنن. با دور شدن از خانه و خانواده، با دور شدن از فرزند، با درکندن از فضایی که عادت کردن، با تحمل سختی ها و مشقات، با شدت شلوغی، با گرما و سرما، با گرسنگی و تشنگی، با مجبور شدن به پایبندی به یک نظم خاص. حج گوشه ای از این وضعیت رو به تصویر میکشه. در حج ما وقتی که حاجی حرکت میکنه و کفن میپوشه، خود همین پوشیدن احرام خودش قدم اوله و آمادگی برای این کار. یعنی من الان آماده شدم برای رفتن، برای اون روز، برای اون روز قیامت، برای اون روزی که خیلی سخته، برای اون روزی که انسان مجبور میشه از شدت ترسش ول بکنه خانواده رو. الان من با اختیار ول کردم، با اختیار رها کردم تا اگر اون روز رسید من اونجا دیگه حداقل در قیامت، بعد از قیامت ضرر نکرده باشم. بدونم که حساب کتابی است، بدونم که این که تازه این طرفش هست، در این دنیاست، اون دنیا خیلی سخت‌تر حکایت. حج، سختی های حج، شلوغی حج، اون مشکلاتی که هست، اون وضعیتی که انسان داره در مشاعر، در عرفات، در راه رفتن به مزدلفه، در مزدلفه، در خارج شدن به سمت منی، در جمرات، در رفتن برای طواف، در شلوغی های کنار کعبه در طواف، همه اینها، این شلوغی ها، این شدت، این زحمت، این خستگی، یک بخشی از این درس قیامت رو برای ما تکرار میکنه. ما رو بیاد اون میندازه، حداقل ما رو از اون حالت زندگی عادی خودمون میکشه بیرون. وضعیت زندگی عادی ما رو دگرگون میکنه. یک تمرین جدیده، یک شکل سبک جدید از زندگیه. این یک فرصت. ابتدای سوره حج با آیات قیامت شروع میشه. کسی که در حج شرکت میکنه باید وقتی کفن میپوشه بیاد قیامت باشه. اصلا خود احرام پوشیدن حکایتش همینه. وقتی احرام انسان میپوشه تا بیاد قیامت بیفته، تا بیاد مرگ بیفته، تا بیاد حساب کتاب بیفته، تا بیاد گذشته و آینده ها باشه، تا درس بگیره که گذشته ها، کسانی که قبل از ما از دنیا رفتن، الان وضعیتشون چیه. اون روزی که کفن میپوشوند عزیزانش رو، رفتگانش رو، الان خودش میپوشه کفن رو، تا احساس بکنه که چگونه است رفتن. یک روز کفن واقعی رو دیگران به تنش میکنن. الان اینجا اختیاریه در حج.
کفر پوشیدنش اختیاریه، دل کندن از خانواده اختیاریه، رفتن به حج اختیاریه، اما در مرگ اجباریه، در قیامت اجباریه. این اختیار یک تمرینی برای آمادگی به اون اجبار. در ادامه الله متعال باز در آیات 5 و 6 و 7 بعد از قسمت دوم این تصویر قیامت رو معرفی میکنه برای ما. این بخش اولشه، یک تصویر قیامت از این طرف داره، از این دنیا، کسانی که در این دنیا هستن، و یک تصویر اون طرف داره، کسانی که رفتن و بقیه‌ای که به اونها ملحق میشن. اول کل کائنات از بین میره و بعدش دوباره شروع میشه. در آیه 5 باز دوباره الله تعالی خطاب به تمامی مردم مثل آیه اول، یا ایها الناس، باز این تعبیر تکرار میشه. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگه شما در شکید از برانگیخته شدن روز قیامت، که دوباره شما برانگیخته میشید، که دوباره شما در یک عالم دیگه، دنیای دیگه حشر میشید. ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب، من الله با عظمت شما رو از خاک آفریدم. این خاک رو یادتون باشه که شما از این خاکید. وقتی از این خاکید، دوباره به این خاک برمیگردید، دوباره از همین خاک میاد بیرون. در حج انسان وقتی که حرکت میکنه در مشاعر، این معنا رو بیشتر درک میکنه. خاکی بودن رو، از خاک بودن رو، ارتباط با خاک رو. کسی که شاید هیچ وقت در زندگی لباسش به غبار و گردی آلوده نشده، حتی در حج امکان نداره که این اتفاق نیفته. شلوغی، جمعیت، محدوده مکانی معین و مشخص و محدود. وقتی که انسان حرکت میکنه بعد از 2 روز، غالبا 1 روز حتی، وقتی که حجاج از عرفات خارج میشن میرن به سمت مزدلفه، در مزدلفه به صورت خصوص اون شبی که انسان تمرین میکنه برای این فرصت، اون حرکتی که از عرفات، جمعیتی که از عرفات حرکت میکنن، صبحش از منی راه افتادن رفتن عرفات، از عرفات روزش، وقتی که روز عرفات پایان میرسه انگار که روز زندگی دنیا تموم شد. با غروب عرفات انگار که عمر انسان در دنیا غروب کرد و این انسانی که کفن پوشیده الان در اون شب تاریکی که حرکت میکنه با سمت مزدلفه، انگار که داره تجربه میکنه اون دوران برزخ بین دنیا و آخرت رو، بین روز عرفه و روز عید رو. این شب بین عرفه و عید، شب 10 شب عید قربان، این شب تمرینیه واسه دوران قبر. با کفن غبارآلود، خاکی حرکت میکنه انسان، میره. وقتی که میره وارد مزدلفه میشه، در مزدلفه غالبا وقتی که میخوابن اکثرا روی زمین خوابیدن، اکثرا روی زمین خوابیدن. نهایتش اینه که یک ملافه‌ای، یک پارچه زیر خودشون میاندازن، بعضی کمی هم گیرشون نمیاد، با همون احرام خودشون میخوابن. وقتی که بیدار میشه احرام پر از خاک، غبارآلود، خاکی، سر و وضع به هم ریخته. این تمرینه، این یک فرصت برای تمرین، این یک درسیه از حشر روز قیامت، اون روزی که انسان لخت و عریان، خاکالود از داخل خاک میاد بیرون. الان اینجا باید با این خاک عادت کنه، باید با این خاک آشنا بشه، باید امشب روی این خاک بخوابه، استراحت کنه تا صبح. نمیتونم استراحت نکنه، فردا روزش تا شب مشغول عبادت و از این طرف به اون طرف، از این طرف به اون طرف. غالبا شب مزدلفه همه میخوابن، حداقل اگه همش رو نخوابن یک بخشش رو میخوابن، چنان خستگی حکم فرماست، چنان خسته شدن که راحت میخوابن. وقتی که انسان بیدار میشه صبح مزدلفه با اون صدای اذان، معنای خاکی بودن رو کاملا درک میکنه، میبینه کلا در لباسش، در سر و وضعش، در وضعیتش اون خاک که روش خوابیده بود. تا از همین سنگ ها هم بعضیا از همونجا سنگ جمع میکنن برای جمرات و ریگ هایی رو برای خودشون میارن داخل خاک ها، میگردن ارتباط پیدا میکنه انسان با خاک. یا ایها الناس ان کنتم فی ریب
من البعث. اگه شما در شکید از دوباره برانگیخته شدن، فإنا خلقناکم من تراب، من الله با عظمت شما رو از خاک درست کردم، از خاک آفریدم. حج ما رو با این حقیقت آشنا میکنه، خاکی بودن، خاکی شدن، تواضع یاد میده به ما، افتادگی یاد میده به انسان. انسان در مزدلفه و در حج باید خاکی بشه، هم در ظاهرش هم در باطنش. انسان باید تواضع یاد بگیره، انسان باید افتادگی یاد بگیره، انسان باید کرنش بکنه، انسان نباید تکبر بکنه، انسان نباید وقتی که روی زمین راه میره ولا تمشی علی الارض مرحا، روی زمین نباید با غرور راه بری، نباید بکوبی با لگد محکم روی زمین با تکبر. تو خودت مال همین خاکی، از همین خاکی، دوباره میره روی همین زمین، داخل همین زمین. این رو انسان یاد میگیره که چگونه از خاک آفریده شد. در آیه 5 الله متعال به تفصیل صحبت میکنه درباره منکرین خلقت، منکرین دوباره برانگیخته شدن و شکل خلقت انسان که چگونه خلق شده. میفرماید من شما را از خاک آفریدم، سپس شما را یک نطفه قرار دادم، سپس این نطفه را یک گوشت، یک خون جامد قرار دادم، خون لخته شده ای، سپس این خون لخته شده رو من یک گوشتی که شکلی داره، یک کوچیک انسان، بچهای کوچولویی که داخل شیشه های آزمایشگاهی احیانا میبینیم، اونهایی که سخت شدن، جنین هایی که سخت شده، و بعد از اون شما رو دوباره در رحم قرار دادم تا اون لحظه‌ای که من میخواستم، بعد از اون شما رو طفلی کردم، بعد از این که طفلی شدید شما دوباره رشد کردید، به یک مرحله از عمر رسیدید، برخی از شما در همون ابتدا از دنیا رفتید، برخی از شما رسیدید تا پایان عمر به مرحله پیری و فرتوتی که بعد از اون همه چی رو به فراموشی رسید، حتی حافظتون از بس پیر شدید که هر چی میدونستید دوباره از یادتون رفت. و همون گونه‌ای که در آخر آیه میفرماید، آیه 5 و تر الارض حمیدة، این زمین خشک رو جامد میبینی، خشکش میبینی، این زمین رو تو خشک میبینی. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، و وقتی که من این روی این بارون میبارونم این رشد میکنه، حرکت میکنه، پف میکنه زمین. و ربت و انبتت من کل زوج بهیج، بعد از همین گیاه میاد بیرون، سبزه میاد بیرون، سرسبز میشه این زمین. همینطور که من این زمین مرده رو دوباره زنده میکنم، نگاه کن به این زمین، ببین چطور زنده میشه این زمین خشک، شما رو هم دوباره زنده میکنم. حج هم انسان رو بیاد دوباره زنده شدن میندازه، هم خود دل مرده رو زنده میکنه. دل مرده در حج نرم میشه، مثل این زمینی که سفت بوده و سخت بوده، رحمت‌های الهی برش نازل میشه، شکوفه میده این دل، این دل رشد میکنه، این دل سبز میشه، این دل یک تولد دیگه براش پیدا میشه. همه این مفاهیم رو فقط به صورت گذرا داریم رد میشیم، وگرنه هر کدوم از این آیات رو باید نشست و دربارش ساعتها صحبت کرد. همه این مفاهیم در حج قابل مشاهده است و باید باشه. وقتی سوره مبارکه حج رو الله متعال با این آیات آغاز میکنه، سوره‌ای که به نام حجه، به جای اینکه از حج شروع بشه، به جای اینکه از حکم حج گفته بشه، به جای اینکه درباره حتی مکه و کعبه صحبت بشه، مستقیم الله متعال درباره قیامت صحبت میکنه. چون دید انسان مسلمان در دنیا همیشه باید این باشه، انسان مسافر همیشه باید دیدش به مقصد باشه. مسلمان در دنیا مسافره، همیشه باید بیاد مقصدش باشه. کسی که در حج حرکت میکنه، سفر حج حرکت میکنه، مقصدش رضایت الله تعالی است، مقصدش رسیدن به الله تعالی است. کفن میپوشه کجا داره میره؟ مقصدش این نیست که فقط بره اونجا و برگرده بهش بگن حاجی، نه، مقصدش اینه که خودش رو آماده کنه برای سفر آخرت، برای قیامت، برای این روز. ان زلزله الساعه شیء عظیم. برای این بعد خودش رو آماده بکنه که اون لحظه از دنیا میره، برای اون لحظه بعد خودش رو آماده بکنه که دوباره برانگیخته میشه. ذلك بان الله هو الحق، در آیه 6 الله متعال سوره حج میفرماید که این به این خاطر که الله تعالی حق و حقیقته، و انه یحیی الموتى و انه علی کل شیء قدیر، دوباره شما رو زنده میکنه و بر هر چیز قادر. خود خواب برادر مرگ،
یا بعضی میگن خواهر مرگ. خواب نوعی از مرگه، تجربه مرگه. انسان گویی که میمیره. خود همین خواب و دوباره زنده شدن خودش باید انسان رو به یاد مرگ بیاندازه. وقتی که میخوابی روی خاک در مزدلفه و دوباره بیدار میشی و حتی شبش در منا، شبهایی که در منا میخوابه انسان و بیدار میشه، اینو باید درس عبرتی برات باشه که در قبرم وقتی داخل خاک خوابیدی، روی خاک داخل خاک، دوباره بیدار میشی، دوباره بیدار میشی. و ان الساعة آتیة لا ریب فیها، قیامت میاد، هیچ شکی درش نیست. و ان الله یبعث من فی القبور، باید به این یقین برسی، باید با این کفنی که پوشیدی، این احرام باید تو رو به این نکته برسونه. باید این رو در وجودت اون لحظه ها و اون روزهایی که هر روز کفن پوشی تو مراسم حج، حداقل 4-5 روزی که هستی، حالا چه قبلش چه بعدش در سفر عمره، این باید تو رو به یاد این صحنه ها بیاندازه. این کفنی که پوشیدی تو رو باید به یاد مرگ بندازه. باید تو با این کفن عادت کنی. هر وقت این کفن رو میبینی باید به یاد مرگ باشی، باید بیاد این باشه که تو میمیری، باید بیاد این باشه که یک روزی تو میری داخل قبر، باید بیاد این باشه که یک روزی دوباره بلند میشیم، باید بیاد این حقیقت بیفتی. حج باید این احساس رو در وجود ما ایجاد کنه. این تمرینه برای حج. الله متعال چرا با این آیات شروع میکنه سوره حج رو؟ چون این از اون اهداف اصلیه. هدف اصلی اینه که آقا تو مال این دنیا نیستی اصلا. تو کفن پوشی، آماده ای، هر لحظه امکان داره از این دنیا بری. باید زندگیت اینطوری باشه. باید هر لحظه کفنت به تنت باشه. باید مواظب باشی وقتی که احرام میپوشه انسان، یک سری مواردی که براش حلال هست رو انجام نمیده، محظورات ما بهش میگیم. بعد تویی که آماده مرگی، تویی که همیشه کفن میپوشی برای رفتن، یک سری مواردی رو رعایت کنی. نباید هر کاری انجام بدی، چون هر لحظه امکان داره بری. تو مسافری، هر لحظه باید کفن پوش باشی. هر لحظه باید وقتی که احرام پوشیدی مثل احرام باید مواظب خودت باشی. هر کاری انجام ندی، چش و گوشت نجنبه، دستت این ور اون ور نره، زبانتو کنترل بکنی، ذکر الله تعالی یادت نره، هدفت یادت نره، مسیرت یادت نره. بعد یادت نره که تو دوباره میری داخل قبر، بلند میشی و دوباره به محضر الله متعال حاضر میشی. این آیات اولین آیات سوره مبارکه حج هست و اولین درس هایی که حاجی باید در مراسم حج مد نظرش باشه. اجازه بدید تا در برنامه بعد ادامه بدیم، همینطور به صورت گذرا نظر انداختن بر آیات سوره مبارکه حج رو و درس هایی که مرتبط هست بین این آیات و حج. انشاءالله که الله متعال نصیب همه ما و شما و همه دوستداران حج بکنه، سفر حج رو بارها و بارها تا به صورت عملی بتونیم این درس ها رو در زندگی خودمون تجربه بکنیم و الله تعالی رو خواهانیم تا تمام عزیزانی رو که مشتاق هستن به حرمین شریفین بارها و بارها نصیبشون بکنه که حرمین شریفین رو زیارت بکنن. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله